بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن و افترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد و آل محمد. عمه سادات سلام علیک، عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. السلام علیک یا بنت ولی الله، یا اخت ولی الله، یا عمه ولی الله. السلام علیک یا فاطمه المعصومه. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، بنده های خوب خدا، هم نفس های یاد خدا، هم شهری های شهر الله. الهی کلتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین. پاداش 7 روز دیگه داره میشه، 7 روز کامل داره میشه. پاداش 7 روز روزه‌داری در ضیافت الله مبارکتون باشه. خدا رو 100,000 مرتبه شکر بابت این همه مهربونی و رحمت و رأفت و مغفرتش. الهی که شایستگی کامل رو داشته باشیم در این ضیافت الله، سر سفره پر زرق و برق و پر از نعمت و رحمت و مغفرت الهی حسابی بهره‌مند بشیم ان شاء الله. خوش به حال اونایی که امروز قبل برنامه داشتم به این فکر می‌کردم، واقعا خوش به حال اونایی که در ماه مبارک رمضان همه هم و غمشون اینه و تمام تلاششون اینه که خودشون رو یه ذره شبیه کنن به نفر اول عالم هستی، به نبی مکرم اسلام، به خاندان مطهرشون، به اهل بیت، به امام رضا، به حضرت زینب، به خانم فاطمه معصومه سلام الله علیهم اجمعین. سعی میکنن خودشون رو تو زندگیاشون یه ذره شبیه کنن. ما توی این یاد خدا در ماه مبارک رمضان این شرایط رو مهیا کردیم، هم برای خودمون هم برای شما، که حداقل توی یه امری شبیه بشیم. حالا به معصومین اگه خیلی شبیه نیستیم، خودمون رو شبیه بکنیم به عالمان، به عرفا، علما، بزرگان دینمون. مثلا شبیه کنیم خودمون رو به علامه طباطبایی رضوان الله علیه یا شهید مطهری رحمت الله علیه. چجوری؟ الان عرض میکنم خدمتتون. تو احوالات شهید مطهری، این فیلسوف متفکر شیعی، نوشتن که ایشون هر جایی که بودن اسمی یا ذکر خیری از علامه طباطبایی رضوان الله علیه میشد، ایشون بلافاصله میفرمودن که روحی فدا، جونم فداش بشه، جونم فدای علامه طباطبایی. از ایشون پرسیدن که علت این همه شوق شما، شیفتگی شما، عشق شما به علامه طباطبایی چیه؟ ایشون میگفتن آیا به دلیل اینکه ایشون مفسر بزرگی هستن، فیلسوف بزرگی هستن؟ ایشون جواب میدادن نه، من فیلسوف زیاد دیدم، مفسرم زیاد دیدم. هرچند که علامه طباطبایی در فلسفه، در تفسیر، در علم و معرفت در اوجن، اما علت ارادت قلبی من و عشقی که به ایشون میورزم و دلم میخواد روحم و جونم و فداشون بکنم چیز دیگه ایه. علتش اینه که ایشون در تمام سالهایی که در طول ماه مبارک رمضان در قم بودن، خیلی دقت بفرمایید، در قم تشریف داشتن، از منزل تا حرم حضرت معصومه رو پیاده می اومدن و افطار خودشون رو با بوسه به ذریح مقدس خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها افطار میکردن. روزشون رو اینجا با بوسه به ذریح باز میکردن، بعد زیارت میکردن، نماز میخوندن، میرفتن منزل، و وقت غذاشون رو میکردن. این کار علامه طباطبایی، این ارادت ورزیشون، این محبت ورزیشون به ساحت آل الله، اهل بیت و خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها باعث شده من عاشق و شیفته ایشون بشم. و حالا ما این شرایط رو با برنامه یاد خدا هم برای خودمون هم برای شما فراهم کردیم، در طول ماه مبارک رمضان یه ذره شبیه بشیم به حضرت علامه. شما هم برنامه ما تا لحظه افطار ادامه داره دیگه، تلاوت که پخش لحظه اذان میخواید افطار بکنید، یه بوسه بفرستین از هر جای ایران که هستین، هر جای دنیا، شبکه قرآن، شبکه بین‌المللیه، هر جای دنیا هستین. یه خانومی از نروژ، هندی بودن، از نروژ چند شب پیش من اینجا دیدن، گفتن من از نروژ برنامه‌های شبکه قرآن رو میبینم و اشکمون جاری میشه، تلاوت قرآن و برنامه‌های قرآنی رو میبینیم. از هر جای دنیا میبینید، یه بوسه لحظه افطار بفرستین، میرسه و افطار شما باز میشه با بوسه به ذریح مقدس خانم فاطمه معصومه. این یه روششه. یه روش دیگه هم هر روز خود خانم قاصدینشون رو، در واقع پیک هاشون رو میفرستن تو سطح شهر
فیش غذای حضرتی، مردم رو دعوت میکنن به مهمانسراشون، از بس این خانم کریم و بنده نوازند. ببینین حالا شما این تصاویر رو بیشتر در جریان قرار میگیرین. بفهم. و چه زیباست که در این ماه همگان از خوان رحمت او بهره‌مند شوند. از حرم تا دلهای عاشق، از عشق تا اخلاص، این است معنای واقعی سفره افطار. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خودتون رو جای این بندگان خدا قرار بدین. داری تو خیابون میری، چه میدونم پشت فرمون داری رانندگی میکنی، راننده تاکسی هستی، بعد یه خادمی از طرف حضرت کریمه میاد تو ماشین میشینه بهت فیش غذای حضرتی میده. خیلی آدم حس خوبی دریافت میکنه. ان شاءالله نصیب قسمت شما هم بشه این ماجرا. روش های دیگری هم هست که حالا در خلال برنامه با ما همراه باشید متوجهش میشین که چطور میتونیم بیاین سر سفره افطاری کریمانه اینجا مهمان باشیم. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض می‌کنم. خیلیاتون میگین آقا ما حالا غذا جای خودش اطعام و احسان و اینا هم فضیلتیه، ان شاءالله نصیب قسمت ما هم بشه، اما ما خیلی دلمون میخواد یه نشونی از حرم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها تو خونمون داشته باشیم. ما اون سر دنیاییم یا اون سر کشوریم، ولی دلمون میخواد که یه نشونه ای از این بارگاه، از این آستان قدسی ملک پاسبان آسمانی داشته باشیم تو خونمون. اینم یه راهی داره. شما انشاءالله میتونید هر روز به نیت این که انشاءالله به این سعادت نائل بشید عبارت یا معصومه رو دقت بفرمایید، عبارت یا معصومه رو به سرشماره 301122 سامانه پیامکی 301122 3 تا 0 2 تا 1 2 تا 2 301122 عبارت یا معصومه را ارسال بفرمایید. هر روز دوستان من قرعه کشی میکنن، هر روز به یک نفر یک پرچم متبرک آستانه مقدسه حضرت کریمه رو ما اهدا خواهیم کرد. شما این پرچم رو میتونید توی منزلتون نصب بکنید و یک نشانی باشه از این بارگاه قدسی در منزل شما. منتها فرصتی که دارید برای ارسال پیامک تا اذان مغربه. ما برنامه تا انتهاش تا اذان مغرب هست. تا اون لحظه شما فرصت دارید عبارت یا معصومه رو بفرستید به سامانه 301122 و توی این قرعه کشی شرکت بکنید، ان شاءالله که قسمت شما بشه. خلاصه سفره کرامت و رحمت و رأفت بیبی پهن حسابی در این ماه کرامت در رمضان المبارک ضیافت الله. اینجا هم یک مهمانی بی‌نظیر ان شاءالله که قسمت شما هم بشه. فعلا این چند روزه که نصیب و قسمت من و آقای سعیدی عالی داریم لذتش رو میبریم و این مردمی که اینجا هستن. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدین. قبول بشه. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان زائران حضرت معصومه سلام الله علیها.
انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم. الهی آمین. انشاءالله که طاعات و عبادات ما مقبول درگاه حق قرار بگیره. انشاءالله. الهی آمین. به دعای شما. ممنونم. آقا بعد که گفتم ما حالا گفت. نمیتونیم خیلی تو اوج عبادت و بندگی و اینا خودمون رو شبیه کنیم به حضرات معصومین و علما و بزرگان مثل علامه طباطبایی. این کار ازشون یاد بگیریم که با عاملیه که شهید مطهری عاشقشون میشن دیگه. درست. رضوان الله علیهما. بعد ما توی برنامه هر روز مردم رو آوردیم زیارت و آستانبوسی خانم فاطمه معصومه. خدا کنه اینجوری ما شبیه بشیم کم کم. گفت آب دریا را اگر نتوان احسن. کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. انشاءالله خداوند بضاعت ما رو، لیاقت ما رو بالا ببره، استفادهمون از این خانواده و از این منشأ نور و معدن العلم و محل جوشش علم و معرفت و سبب متصل ارض و سما. انشاءالله خدا ما رو قابلیتمون رو بالا ببره بتونیم استفاده بکنیم. الهی آمین. یکی دیگه از کارهایی که باعث شما شبیه بشیم به معصومین و علما و بزرگانمون گوش دادن به حرفهای شماست که حرفهای شما برگرفته از کلام معصوم و این بار زینت عبادت کنندگان و دعای 8 صحیفه سجادی است. به کجا رسیدیم تا حالا؟ خب اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورة الغضب و غلبة الحسد و ضعف الصبر و قلة القناعة و شکاست الخلق. اینجا رو فرمود. و الحاح الشهوة، پافشاری در خواسته ها، زیاده روی در خواسته ها. شهوات رو بهش خیلی اهمیت دادن. خیلی مثلا شهوت خوردن، شهوات دیگه، همه اینا خواهش‌های نفسانی. این کسی که کثرت زندگیش، ببین یه نفر یه چوبی رو میبره بهش نمیگن این نجاره، ولی وقتی کارش این شد میگن فلانی نه نجاره، بریدن، میخ زدن و اینها. یه نفر اصلا غوطه ور شدن در شهوات، این الهای شهوه اینه. وگرنه خدایا اگه این شهوات بده خب چرا در ما قرار دادی؟ چرا شهوت خوردن، شهوات دیگه، اینا رو چرا قرار دادی در ما؟ بابا اینا همه لازمه زندگی ماست. خدا کارش ایراد نداره. من بدون نسخه میام سراغ اینها. قبلا مثالش رو عرض کردم. داروها توی داروخانه دارو هستن، من باید با نسخه برم سراغش. هر 8 ساعت این مقدار، اگه کمتر باشه اثر نداره، بیشتر باشه مسموم میشی. پس این داروها رو نمیتونیم نفی بکنیم. به جا و به اندازه. به اندازه. الحاح شهوات، اون پافشاری در اون شهوات، زیادی از حدش، اون مقداری که خدا قرار داده مقدار صلاح و فلاح انسانه، به همین مقدارشه. واسه همین احکام اصلا یعنی همین احکام، یعنی یادت میدم که از این غرائزی که من خودم در تو قرار دادم چطوری استفاده کنی. نسخه‌ای که برای داروخانه است، احکام فلسفه‌اش همینه. یادت میدم چجوری زندگی بکنی. وگرنه حیوانات چرا احکام ندارن؟ چون نیازی ندارن، اصلا فلاح و صلاح و رستگاری مثل انسان ندارن. ولی آدم ها نه، این حلال است این حرام، ببینید قاعده داره. پس این پافشاری در این مسئله، اونم موقعی که عقل زائل میشه ها. این کلید واژه که عقل رو داشته باشیم. خیلی عزیزان تو روایات ما نعمت عجیبی گفته شده عقل. وقتی عقل زائل میشه، ما عبد به الرحمن، وقتی زائل میشه بعد این چیزا شروع میکنه، شهوات و زیاده روی درش و کثرت شهوات و الهاکم و تکاسر بودن و سراغ چیزای دنیایی رفته، همه مال زائل شدن عقله. منتها نه عقلی که میگیم به من یه هوش انسانی و این چیزا، نه عقلی که ما عبد به الرحمن. و ملکت الحمیه. من میخوام یه ذره امروز سریعترم عرض بکنیم، وقتمون هم کمه، حالا به اندازه‌ای که بتونیم. احساس میکنم وگرنه رو هر کدوم اینا کلی میشه حرف داره، خیلی حرف داره که فهم این مسئله که چطور میشه اتفاقا این شهوات رو تربیت کرد اونطوری که خدا میخواد، تو مسیری که خدا میخواد. وگرنه شهوت هم خداوند در ما قرار داده، نه به معنای روحانیتی که بعضیا میگن آقا کلا باید زیرا به همه چیز زده بشه. اصلا دین اسلام ازدواج داره، خورد و خوراک داره، لذت بردن از حلال ها داره. حضرات اهل بیت موسی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام اینا ازدواج کردن، همه این مسائل. یعنی ما بگیم اینا حرامه بوده علیاذ بالله؟ نه، منتها به جای خودش بوده. اصلا خود اونا دستورالعمل بودن برای ما که اینطور باشه. یعنی ما ترک شهوت به این معنا نداریم. درسته. همونجوری که فرمودید توی قدرت شهوت هست، توی ثروت شهوت هست، اما برداشت و تلقی عمومی از واژه شهوت جنسی است. بله، نوعاً خاصه، بدون تعارف. و اتفاقاً به نظرم برداشت اشتباهی هم نیست، چون خیلی مبتلا بهه. بله. یعنی
ذهن بهش اونجور متبادر میشه. آره چون تمایل شدیدی یکی هم از هست. راهایی که شیطان مخصوصا توی این دوره آخرالزمان فعلی ما، که من همیشه میگم بازوی فرهنگی شیطان در آخرالزمان دجاله و عجیب و غریب داره کار میکنه روش. کار میکنه روش، یعنی عفت رو برداشتن، از بین بردن، از ایجاد کردن مواقعی که مثلا شهوات رو بخواد خیلی تحریک بکنه. مسئله حجاب چیز کمی نیست. مثلا حالا که فرمودید عرض بکنم اینجا توی این مسئله، یه وقت توی نمایشگاه کتاب بودم، اگه بود شاید مال 20 سال پیش باشه، یه بنده خدای خانومی اومد، حالا حجاب خوبی هم نداشت. من گفتم آقا من اصلا آرامش ندارم، خیلی به هم ریختم و اینها. گفتم که خب شما ببین آرامش کیو به هم زدی که آرامشت به هم خورده. گفت آقا من آزارم به مورچم نمیرسه، مثلا همین اصطلاح متعارف. گفتم خب بذار ببینیم آزارت چگونه است. گفتم شما با این وضعیت حجاب و با این آرایش و اینا، با این موقعیت میای تو خیابون، اون ور خیابونم از اون ورم تو پیاده رو، و این خانم آقایی که تازه ازدواج کردن این دختر و پسر دارن میان، هیچ وقت اون دختر به زیبایی شما نیست، به وجنات شما نیست. این الان دلش داره میلرزه که الان شوهرم اینو نگاه میکنه، الان حالش منقلبه، الان یه جوری دیگه به من نمیتونه درست نگاه بکنه، اصلا مقایسه میکنه. رفتی توی مثلا رستوران نشستید، این غذا زهرمارش میشه، چون نگاه میکنه این شوهره، البته اونم نباید شوهر نگاه بکنه، اونم جای خودش داره، اونو توجیه نمیکنیم. خونه میرن دعواشون میشه، ذهن مرد مقایسه گره، همه رو به هم ریختی، دل این دختر رو لرزوندی، زندگیشو خراب کردی، آزارت به مورچم نمیرسه. ازش سوال کردم، گفتم خود شما میخوای غذا بخوری، آقا مثلا تو ساختمونتون یک غذای بودار مفصل بیاری بذاری تو راهرو، بوش همه جا پخش بشه، همه به اشتها بیان. اگه داری توی جای رد میشی، داره یه فقیری رد میشه، شروع کنی جلوش یه غذا، بستنی به بچت نمیدی، اگه یه بچه فقیری اونجا باشه بستنی نمیدی، جلوی اون دلش میسوزه. همین کاری داریم تو مسئله حجاب انجام میدی. داری پرورش شهوت میکنی، داری محیط کاری جامعه رو تبدیل به محیط شهوانی میکنی، کارآمدیشو میاری پایین. آزارمون به مورچه نرسیده. میگم به نظرم انقدر موضوع مهمیه که زیباترین و تأثیرگذارترین قصه قرآن با همین محتواست. یعنی احسن القصص ماجرای یوسف و زلیخا که خیلی عبرت انگیز و عبرت آموزه. ما در طول تاریخ خودمونم تا الان شنیدیم علما و عرفا و بزرگانی که شیطان حتی اونها رو هم از همین جا خواسته، در واقع برسیسای عابد. آره، برسیسای عابد تو همینجا خیلی بزنگاه عجیبیه. یعنی اونی که اینجا تو این ابتلا شکست خورده، عجیب سقوط کرده، اونی هم که اینم بگیم اونی هم که موفق شده عجیب بالا رفته. بله. آره، مثلا از خود ماجرای حضرت یوسف بگیریم، حالا من کسایی که تو طول تاریخ یادم میاد، مرحوم میرداماد، ابن سیرین، شخصیت ابن سیرین، یا مثلا عاشق رجب علی خیاط رضوان الله، اینا اینجا که موفق شدن چه نعمتایی خدا بهشون داد. همینه. آثار عجیب. خود سوره مبارکه یوسف، اینم بگم قشنگه چون اشاره کردید، این خیلی زیباست. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله میفرمودن این بهترین نوع قصه گویی است. ببینید حتی نوع قصه گویی توی حضرت یوسف یه جوریه که داستان مبتذل تعریف نمیشه. داستان اتفاقا آموزنده، اتفاقا به بهترین کلمات، مراوده، کلماتی که استفاده میشه. خدا حفظ کنه حضرت استاد، یعنی انقدر قشنگ این قصه رو وقتی تبیین میفرمودن، انقدر قشنگ گفتن ببینید این احسن القصص یعنی بهترین نوع قصه گویی. حتی ما بیانمونم تو همین مسائل باید بیان پاک باشه، متن که جای خود دارد، بیانمونم بعد بیان عفتگونه. چقدر عفیف صحبت کردن اهل بیت علیهم السلام، چقدر آموزش دادن تو مسائل شهوانی، چگونه برخورد بکنید. چشمشون قضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نهج البلاغه میفرماید اهل تقوا قضوا ابصارهم، چشم پوشی میکنن، اما یعنی انما از چیزی که حرم الله علیهم، خدا بر اونها حرام کرده. صفت آدم با تقوا غض بصر، چشم پوشیه، هم پایین انداختن، استغفر خدای تو نمیخوای من به این نگاه بکنم، یا پرورش شهوت. حالا یه وقت آدم چشم، حالا پناه بر خدا، چشم است، یه وقتی تلفن، یه وقتی صفحه کامپیوتر، هزار مطلب هست. آره خیلی مهیاست. میدونی اینو میخوام بگم، متاسفانه تو دوره فعلی که نگه داشتن دین مثل نگه داشتن گداز آتش، زغال آتش کف دست شده، اون نوجوان و جوونی که
حالا به 1001 دلیل هنوز فرصت ازدواج براش فراهم نشده، به قول شما گوشی کف دستشه و همه چی اینجا در لحظه میتونه. آره اگر بخواد یعنی خودش رو کنترل بکنه. به نظرم ذکر این همین نمونه ها اینا رو حتما برید سرچ بکنید، به فارسیش میشه جستجو. این همین ماجرا ابن سیرین، میرداماد، نمیدونم شیخ رجب علی خیاط، چجوری اینا اینقدر به قول معروف به مراتب بالا دست بیارن، اینا رو جستجو کنید ببینید واقعا اگه بشه آدم خودش رو کنترل بکنه. موقعی که یه تصویری میاد آقا من به خاطر خدا اینو نگاه نکنم رد بکنم، همین این چقدر به نظرم میتونه برکات داشته باشه. و نوعا هم ولا تقربوه ها، نباید نزدیکش شد، مثل سرسو است، مثل یه جایی که خطرناکه، اصلا حریمش رو نزدیک نشی راحته. اینجوری نیست که حالا بریم ولی کنترل میکنیم، حالا مثلا اینجا رو بریم، حالا فلان سایت رو بریم، حالا نه، تا میشه اجتناب کرد، دوری کرد، از دور از نمیشه نزدیکش شد، چون ذهاب عقل داره. تو روایات ما داره وقتی خلیانات و هیجانات شهوانی پیش بیاد عقل آدم زائد میشه. خدا رحم کنه تو بقیه عقلی که برای آدم میمونه. وقتی عقل زائد شد تو دیگه نمیتونی کنترل کنی، نمیتونی نگه داری. لذا تا میتونیم اجتناب کردن. بابا از این شهدای ما، بزرگان ما، عزیزان ما ببینید، اون آمریکا درس خونده است، صبح پا میشه میره شروع میکنه دویدن تو محوطه چی، شروع میکنه نماز شب خوندن، شروع میکنه بیرون در تو سرما بودن چی بودن، اینا خودشو نگه میداره. آره یعنی یکی از راهکارش که تا میتونی سرتو گرم کنی، کار، فعالیت، فکرت، ذهنت درگیرت، که دور باشی از این فضا. حالا بعد از این ورم مسئولیت هست، بله آدم دزدی نمیکنه ولی از اون ورم باید در قفل باشه، از اون ورم باید این بحث حجاب که اینقدر بحث مهمیه، یعنی آقا این بسترش فراهم نشه، احسن این بستر این مشکل فراهم نشه. من هی بگم آقا میخوام تبلیغ کنم مردم روزه خوری نکنن، حالا تو این جگرکی‌ها دیدید یه تیکه جگر یا یه تیکه چربی رو میندازن روی اون زغال، یه بوی بلند میکنه که مردم جذب بشن. من از این ور این کارو بکنم، از اون ورم حالا گفت دم خروس یا یه چیزی. بالاخره ما تو بحث حجاب ما یه حرفی باید بزنیم، یه کاری باید انجام بدیم. از اون ور داریم تحریک و تهییج و این مسئلهشو ایجاد میکنیم، بعد میگیم چشم تو ببند. حالا یه بخوام ریزشیم خیلی بحث پیدا میکنه، چون حجاب رو میگیم به نظرم حتما، ببخشید درس پس میدم، حتما باید اون موضوع تبرج که فرمودید تبیین بشه، چون الان با یه واژه‌ای مواجهیم به نام حجاب استایلا که یهوی داستانایی میان پیاده میکنن که آره. حالا اگر صلاح دونستین فرصتی ایجاد شد بعدن اینا رو بشینیم مفصل به قول معروف ببینیم که ریشه‌یابی بکنیم، ببینیم که ماجرا چیه. خب ما یه فاصله بگیریم از دوستان، برگردیم بریم سراغ فراز بعدی. عجلم ببخشید من یه ذره معطلتون کردم، عذرخواهی میکنم. خدا بهت خیر. گفتم که چون موضوع مهمیه یه ذره بیشتر مکس کنیم. خب افطاری کریمانه پویشی است که ما داریم توی برنامه و نحوه شرکت در این پویش رو شما میتونید توی این بخش ملاحظه بفرمایید و همسر سفره اطعام و احسان حاضر بشید و استفاده بکنید، همین که مشارکت داشته باشید در این کار خیر و خداپسندانه‌ای که داره هر روز اینجا اتفاق میفته. بفرم. همه از خدایی به سوی خدا برویم. افطاری کریمانه. شما هم می توانید با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 301122 و یا از طریق سایت nazr.amfm.ir در این امر خیر سهیم باشید. همه میهمان کریمه ایم. آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. بله، به آدرس آستان مقدس توی جای مختلف دوستان اونجا صفحه دارن، توی نرم افزارهای پیام رسان، تو شبکه‌های اجتماعی سایت هم هست، آستان قم.
اونجا میتونید مراجعه بفرمایید و نحوه در واقع مشارکت داشته باشید در این ماجرا. خب عرضم حضور شما که من یه بار دیگه عرض بکنم تا پایان برنامه ما بیشتر فرصت نداریم که از شما عبارت یا معصومه رو دریافت بکنیم از طریق سامانه پیامکی 301122. اینجا هم الان چند تا از آقایون اومدن پرسیدن، من دوباره هم تکرار میکنم 301122 روشی هستش که شما میتونید در واقع یه تبرکی از آستان مقدس در منزلتون داشته باشید. این تبرکی یک پرچم متبرک هست که اینجا سالها و ماهها بوده و در واقع مقدس شده. حالا از علامه طباطبایی اول برنامه یاد کردم، اونجا یه فرمایشی دارن ایشون فرمودن همین کتیبه ها، همین سیاهی هایی که توی مراسم عزاداری امام حسین توی حسینیه ها و اینا آویزان شده چنان قداستی پیدا کردن آدم میتونه به اینها متوسل بشه و از اینها شفاعت بخواد. این جمله شاید متعرض. حالا شما یه پرچمی که سالها اینجا بوده در آستان مقدس رو میتونید توی منزلتون داشته باشید با ارسال 3011 در واقع عبارت یا معصومه به سامانه پیامکی 301122 میتونید این امکان رو داشته باشید. بریم سراغ عبارت بعدی. اللهم انی اعوذ بک من ملکت الحمیه. خدایا پناه به تو میبرم از اینکه پافشاری در باطل، در تعصبات پافشاری داشته باشم. آدم متعصب، وای به حال این مسئله. حرف من یکیه، بایدم اینجوری باشه. حالا یک سنت غلطی است که هرچی تعصبات رو چیزی که نه عقل تایید میکنه نه شرع، از اون چیزای خطرناکه ها. من یه وقت افراط، بله یک حالت افراطیگری که اصلا مورد تایید شرع هم نیست، مورد تایید عقل هم نیست. حالا تعصبات، قومیت گرایی ها، آقا این کرد است، این لور است، این چی است، این چی است، من به واسطه این نبالات. آقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اصلا بس تقواست. اینقدر بالا پایین کردن، شیطونم رها نمیکنه ها. کاری به قومیت، یعنی توی ده هم باشه میگه بالادهی و پاییندهی، باز دوباره اینا رو به جون هم دیگه میندازه. تعصبات اینجوری. یه وقت یه بنده خدای پیش من اومده، اتفاقا بعد ماه مبارک بود چند سال پیش، از تبلیغ برگشته بود. گفت آقا ما مثلا توی روستامون، حالا یا توی موقعیتمون، گفت یه رسمی داریم که وقتی که مثلا داماد میخواد بیاد عروس، داماد مال یه روستاست، عروس مال یه روستایی دیگه، میاد عروس رو ببره، برادرای عروس دامادو میزنن. گفت یه همچین رسمی داریم؟ گفت آره. گفت الان زدن 5 روز داماد تو کماست. گفت اینطوری زدنش 5 روز تو کماست. گفت دیگه دو طرف اومدن قرآن گذاشتن وسط، وضو گرفتن، این رسمو بر انداختن که آقا این چه رسمی؟ کجا بوده این؟ حالا نمیشه بگیم که آره هر شود که نباید گفت، ولی خب این رسمی که حالا شاید یه حالت سمبولیک داشته. اسپرم کسی اون سمتی نره. یه همچین چیزی. جای دیگه رفتم بنده خدا ازدواجشون این بر خود من پیش اومده بود. رفتم پرسیدم، میبینم این خانم آقا با هم ازدواج کردن، یه سالم تقریبا نگذشته از ازدواج. میگم که خب شما اصلا به هم نمیخورید، این اختلافاتتون واسه همینه که ازدواجتون اشتباه بوده. خانم مگه نگفته بود این آقا به شما؟ میگه آره. میگم خب از چرا قبول کردی ازدواج؟ میگه پدر من شرط گذاشته بود، من دختر بزرگ بودم، گفته بود تا دخترای کوچیک هم ازدواج، دختر بزرگم ازدواج نکنه، بعدی‌ها رو من اجازه نمیدم ازدواج کنن. هیچی. میگم من دیدم خواستگارای خوبی برای خواهرام اومده، ولی خب من خواستگار ندارم، چیکار بکنم؟ صد راه اونام شدم. نه عقل تایید میکنه اینو، نه شرع تایید میکنه، هیچی. گفتم اولین کسی که اومد من ازدواج کنم که خواهرام بدبخت نشن. ببین چقدر ملکت نمیه. بله تعصب درستم پافشاری. آخر البته یه چیزم اشتباه نکنیم، ما اینا همه چی درست و غلط داره. یه وقت توی جایی بودم، حالا یه دانشگاهی بود، یه بنده خدای بلند شد از من، گفت آقا شما خیلی تعصب داری روی این مسئله. گفتم 3 تا سوال ازت میکنم، اگر این سوالای من جواب بدی من از کل اعتقادات و اینا همه دست برمی‌دارم. گفت بفرمایید. گفتم که خب 2 به اضافه 2. گفت این چه سوالیه؟ گفتم سوال من قول دادی جواب بدی. گفت خب میشه 4. گفتم خب سوال دومم اینه، 2 به اضافه 2. گفت که سوال اوله. گفتم سوال دوم منو جواب بده. گفت خب 4. بابا چقدر تعصب داری، انصافا بدون تعصب جواب بده. 2 به اضافه 2 این سوال سوممه. همین شد. اگر میگه 4 که اسم تعصب وقتی جواب درست یکیه، تعصب من که نشانه عقل منه. دقیقا. حالا بگو مثلا 5 شنبه میشه 7،
نمیشه همچی چیزی گفتش که اگرم بخوای غلط جواب بدی که همه بهت میخندن غلط جواب بده. پافشاری روی مسئله دور. خدا یکیه، حالا 2 بار نگو 3 بار نگو، بذار یه موقعی مثلا ما خدای تو رو بپرستیم، یه موقعی هم تو خدای ما رو بپرست. این شأن نزول کدوم آیاست؟ آیه سوره مبارکه کافرونه دیگه. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اینجوری نیست، هفتگی نیست خدا که تصمیم بگیریم چه جوری باشه. بله، پافشاری روی اعتقاد درست اسمش ایمانه، اسمش پایمردیه، اسمش ثبوت قدمه. ما داریم رو کجا؟ رو مسئله باطل. اون همیه، اون باطل توش نهفته است، رو چیزی که مبنای عقلی و شرعی ندارد. من پافشار حتما باید این کار را بکنم، این قضا باید باشه، این رسم و رسوم باید باشه. بعد نگاه میکنی چقدر خودم رو به زحمت میندازم، دیگرانم به زحمت میندازم سر چیزی که اصلا مبنا نداره. بیا بشینیم حلش کنیم، عقل داریم هر دو، چرا بخوام صدمه بخوریم؟ فدای امام زین العابدین علیه السلام. عزیزان دل من، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ولیه. اگه اینا رو سرمشق زندگیمون، حرفای خدایی رو، حرفای الهی رو، حرفای امام زین العابدین علیه السلام که معدن علم است، محل جوششش از جانب خداست، اگر اینا رو سرمنشأ زندگی قرار گرفتیش، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا، اونایی که این چیزا تو زندگیشون نبود، قال الصادق و قال الباقر علیهم السلام، پاک شده بود، قرآن نبود، والذین کفروا، اونایی که پوشیدن، اولیاهم الطاغوت، بی ولی نمیمونن، ولیشون میشه طاغوت، یخرجونهم من النور الی الظلمات. بله، از نور به ظلمات برشون میگردونه. آیه قرآن آیات الکرسی شاید زیادم میخونیم. اینها راه زندگیه. اگر نشد اینطوری نیست بدون راه بمونیم، نه گمراه ها میان، فلان شخص غربی، فلان سخنران غربی میاد یک موضوعی یا یه مسئله ای رو که بی خدایی درش موج میزنه، توکل توش نیست، همه رو بر مبناهای دنیایی برامون میچینه و میره جلو. زنده باد اون کسی که زندگیش گره خورد با قرآن و اهل بیت علیهم السلام و با نصایح زیبای این بزرگواران. الحمدلله. خب وقت داریم بریم عبارت خیلی ممنون. اگر اجازه بدین، حالا که اجازه دادین و پرسیدین، چشمتون بی‌بلا، بزرگواری شما آقا. ما یه فاصله بگیریم. ما هر شب، در واقع هر روز دیگه، داریم نور میگیریم از ستارگان پرفروغ حرم، این آستان مقدس. الحمدلله. توی روزهای گذشته نور گرفتیم از علمامون، از مجاهدینمون. امروز قرار نور بگیریم از یکی از عالمان مجاهد که شهید مدافع امنیت شدن، از خادمین همین آستان مقدس که خیلی جلیل القدر بودن و خیلی برای من جالب بود که آشنا شدم قبل برنامه باهاشون. از شما هم دعوت میکنم حتما این بخش رو به دقت تماشا بفرمایید و همه با هم نور بگیریم از این وجود نازنین. بفرمایید، خواهش میکنم. محمد سلیم زاده، فرزند مرحوم آیت الله شیخ خیرالله سلیم زاده، در شهریور 1340 در تویسرکان چشم به جهان گشود. محمد دوره تحصیلی ابتدایی و راهنمایی را در زادگاهش پشت سر نهاد و در اواخر دوره متوسطه وارد مبارزات انقلاب اسلامی علیه رژیم ستمشاهی شد. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی دروس مقدماتی حوزه علمیه را در محضر پدر عالم خیش آموخت و سپس از اساتیدی مانند آیت الله مصباح یزدی، آیت الله رضا استادی، آیت الله علی اکبر مسعودی و آیت الله احمد پایانی کسب فیض نمود. حجت الاسلام سلیم زاده در دوران دفاع مقدس مسئولیت اعزام مبلغان روحانی به جبهه‌های جنگ تحمیلی را بر عهده گرفت و خود نیز چندین سال در خط مقدم جنگ حضور داشت. او پس از پایان جنگ تحمیلی به قم بازگشت و تا پایان عمر خیش در آموزش و پرورش قم مشغول به خدمت شد. حاج محمد سلیم زاده در سال 1370 به عنوان مسئول دفتر تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها توفیق خدمتگزاری یافت. در تیر 1378 با حفظ سمت مدیریت حرم مطهر فاطمی نیز به او واگذار گردید.
سرانجام این خادم کریم اهل بیت علیهم السلام شامگاه 20 مرداد 1378 در حالی که از محل خدمت خود روانه منزل بود، در دفاع از امنیت جامعه اسلامی از ناحیه سر هدف گلوله اشرار مسلح قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر مطهر این روحانی، معلم و خادم شهید در حرم مطهر بانوی کرامت در مقبره شهید حاج مهدی عراقی به خاک سپرده شد. بله همینجوریه دیگه. بالاخره بعد از سالها علم آموزی و مجاهدت و عرضم حضور شما که خدمت در این آستان مقدس، اگه شهادت روزید نشه جای تعجب داره. انشالله چنین آخر عاقبتی هم نصیب و قسمت من و شما و هر کسی که آرزومندشه بشه، برای سلامتی این شهید، برای شادی روح این شهید و همه شهدای عزیزمون، و اینکه انشالله عاقبت همه ما هم ختم به شهادت بشم. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دیروزم من گفتم این صلوات ها مال روز 29 ماه رمضان ها، با تخفیف 24 و 5. یه صلوات درست درمون باید بگین. اللهم صل علی محمد و آل. یه ذره تقصیر ما مجریام هست، برای اینکه صلوات بلند بگیری مثل همون که گفتن رو جیگر کی چیکار میکنی؟ یه تیکه جگر یا یه تیکه چربی، یه تیکه چربی. با من یه تیکه چربی بذارم که جذب بشن، یه ذره چربی بذارم که به این نیت که جذب بشین. گفتش که معصومه کریمه باشد و باب نجات. بعدش باید قشنگ حق مطلب ادا بشه. معصومه کریمه باشد و باب نجات، درگاه و درش منشأ خیر و برکات. از مقدم او دری به رضوان در قم، بر تربت پاک او درود و صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این صلوات روز اول بود. دم شما گرم، خدا خیرتون بده، اجرتون با حضرت کریمه. آقا در خدمتی با فراز بعدی. ببخشید. اللهم انی اعوذ بک، خدای پناه میبرم به تو، من متابعت الهوا، تبعیت از هوای نفس. تبعیت کنم، او فرمان بده من بگم چشم. خب چه ایرادی داره؟ آخه ان النفس لامارتون بالسوء. نفس ما رو که طرف فلاح و صلاح و رستگاری نمیبره، که میگیره فرمونو میبره یه جای ناکجا بود، بدبختی میبره جهنمی میکنه. حالا تو آخرتش جای خودش، تو دنیا هم جای خودش. اینجوری نیست شما فکر کنید تو دنیا فلاح و رستگاری میده، این حرفا نیستش. پس متابعت من تبعیت کنم. در مقابلش چی به ما یاد دادن؟ سرکشی نسبت به نفس. هر چی اون گفت تو بگو نه، برعکسش عمل بکن. اصلا لم تعط نفس، نمیده. اون امیرالمومنین علی علیه السلام تو خطبه متقین داره میگه خوراک بهش نمیدم، ضعیفش میکنم، نمیذارم طغیانگری بکنه، که روزه از مصادیق همین مسئله است. که قرار نیست تو فرمانده باشی یا من فرمانده است، قرار نیست جهت من و آقای نفس تو مشخص بکنی یا. و مخالفت الهدا، خدایا پناه میبرم به تو از مخالفت با هدایت. میدونم درست چیه ها، ولی بازم کجروی میکنم. میدونم غلط و درست و تشخیص میدم، اما نفسانیات من طرف غلط رو چون خوش میگذره بهم، اون طرفی داره برای من جلوه‌گری میکنه، تسویل میکنه، یا حال بدی به من میده. حال بد که میگم حال خوش نفسانی دارم، یا حال بد معنوی. این اتفاق برای من میفته. خب چی کار کنم؟ ما اولا یه سری احتیاجات داریم. یکی توفیق من الله. امام جواد علیه السلام میفرماید، میگه المؤمن یحتاج الی، حالا بعضی از روایات سلاس داره، بعضی روایات سلاسشو نداره. یکی توفیق من الله، از جانب خدا توفیق داشته باشم، یعنی حواسم باشه کارهایی که سلب توفیق میکنه نکنم. عزیزان دلم، کاری که سلب توفیق میکنه نکنم. امروز با مادرم بد صحبت میکنم، شب میبینم چرا نماز شبم قضا شد، میبینم چرا نماز صبحم قضا شد. این چیزایی که سلب توفیق میکنه. توفیق من الله، کاری که توفیق آور است. دو، و قبول ممن ینصحه،
پذیرش داشته باشد ممن از کسی که ینصح و نصح خیرخواهی از کسی که داره نصیحتش میکنه. ای بابا اینم اومده داره ما رو نصیحت میکنه، نه بپذیر، گوش بده. خدا رحمت کنه آقای صالحی خانساری رضوان الله تعالی علیه، اواخر عمر شریفشون بود، من خدمتشون رسیدم که ایشون فرمودن که من یه وقت از منبر اومدم پایین، دیدم یه جوونی مثلا نوجوون بود، شاید مثلا 13-14 ساله، اومد یه مطلبی به من گفتم چقدر عالی، من اینو باید رعایت کنم رو منبرم، راجع به فلان مطلب، حالا خاص بود راجع به فلان مطلب. ببین چقدر این آدم رو خودش کار کرده. قبول ممن ینصحو، ایشون سنش مثلا 70 سال، سن اون بنده خدا 14 سال، ولی حرفشو میپذیره، به گوش میگیره و باعث میشه توی منبر مثلا فلان مطلب رو رعایت بکنه. اینا آدمایین که رو خودشون کار کردن. این کوچیک‌تر از منه، این جایگاه اجتماعیش بالاتره، این زنه، این مرد، این اصلا این حرفا نیست. قبول ممن ینصحو و واعظ من نفسه. واعظ سخنران دیدیم میگیم بهشون واعظ، یعنی کسی که نصیحت میکنه. من نفسه یعنی خودش گوش خودشو بکشه. اینم از اون چیزهای کلیدیه. هزار جور مردم از آدم تعریف میکنن. اذا ذکی احد منهم کافم ما یقال. اصلا از تعریف مردم باید ترسید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام خطبه متقین میفهمه، میگه یکی ازت تعریف کرد اگه با تقوایی باید بترسی، کافم ما یقال له. آره باید او ترسناک شد. چرا؟ انت اعلم بنفسی من غیری. خدایا تو از همه به نسبت به من من نفسی، از خود من به خودم هم آگاه تری، خودم میدونم. این که دیگران به من میگن حاج آقا و آقای فلانی و به به و اینا، این حرفا بله وظیفه اوناست احترام بذارن جای خود، منم وظیفه دارم به دیگران احترام بذارم. چجوری میشه بعد کم کم خوشمون میاد و میگیم میشه. آره باورمون میشه و بعد میگیم اون جاهایی که اما تعریف میکنه بریم یه سر اونجا مثلا یعنی خودمونو در اون جایی در اون موقعیتی قرار میدیم که میخوایم مورد تعریفمون کنن. آره. اگه کسی تعریفمونو نکرد، اگه کسی نقدمونم کرد، شروع میکنیم 2 تا حرف زدن، زیر سوال بردنش، هزار جور مطلب گفتن. من جاهایی حاضر میشم والمباحات مکسرین و الازراع بالمقلین به قول امام زین العابدین علیه السلام، دنبال اینایی هستم که الهاکم التکاثری ان، با اونا خوش میگذره، نه یه جایی هم باید بری اتفاقا نقدتو بکنن، حرفت بزنن. آره که این اتفاق میفته. بله پس تو مسئله حواسمون به تعریف دیگران از خودمون باشه. اون امام زین العابدین علیه السلام میفهمد خدا هر چی پیش مردم بالا رفتم حتتنی عند نفسی، من بیام پیش خودم پایین‌تر. این حالت تواضع و خشوع داشته باشم که بیچاره میکنه آدم رو. این حالت کبر و تبختر نسبت به دیگران. داشتم فکر که اصلا یکی از کارکردهای فضای مجازی اینه که من پیش مردم بالا برم، یعنی همش داریم یه چیزای اونجا بارگذاری میکنیم که به چشم بیایم، دیده بشیم، لایک بگیریم، فالوور زیاد شه، حالا اینا اصطلاحات. و بعد با فلان آقا صحبت میکنی، میگی این چه حرفی بود زدی، که توصیه دین کاملا برعکسه. این چه حرفی بود فلانی زدی، صحبت میکنی باهاش. فلانی چرا راجع به این مطلب که میدونی حق چیزی نمیگی، میگه از دست میدم، همون دنبال کننده هامو از دست میدم. عین کلاماییه که ما میشنویم. آره معبودش میشه دنبال کننده، تموم میشه. یعنی دیگران دارن او رو به حرکت در میارن. آیا من عروسک خیمه شب بازی هستم که فقط اینا باید وقتی شهوات حل نشد، یکی شهوت جایگاهه، من پذیرفته شدنم. واعظ من نفسه، اصطلاحش تو ادبیات کهن ما عزیزان کلاه خود را قاضی کردن. این براتون آشناسه احتمالا. کلاه که شأنیت قضاوتونه، یه تیکه نمده، یه تیکه پارچه است. بله. اما کلاه خود رو یعنی گوش بده فلانی، آهای حواستو جمع کن، این حرفی که فلان جا زدی برای خدا نبود، این انتقادی هم که فلان جا کردی می‌خواستی طرفو بکوبی. این حرف حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو 40 حدیثشون یه بابی داره تو بحث ریا، حدیث دوم ارجاع میدم عزیزانو. میگن میاد یه مسئله شرعی هستن، یه مسئله فقهی، توی جمعی نشستن همین مسئله رو مطرح میکنه، منتها میخواد خودشو بالا ببره. حضرت امام میگه خودتو امتحان کن ببین. اگه هم میگه خب آقا من میخواستم برای اینکه دین خدا مشخص بشه، حضرت امام میگه خودتو امتحان کن ببین. اگر دیگری گفته بود و مشخص میشد و حرف تو زمین میخورد ولی مسئله شرعی مشخص، ببین خوشحال میشدی یا نه؟ تو زمین خوردی ولی مسئله شرعی مشخص شد، یا نه خودتو گره زدی؟ نفسانیات بله قالب دین و قرآنی داره، قالبش اینه، ولی نفس تو داری پرورش میدی.
خود امام تو اوج بود توی این ماجرا. امام رضوان الله تعالی بی‌نظیر خارق العاده است. رضوان خدا به خاطر حالا نوعا مسائل سیاسی دیده نشده این مسائل. من خیلی توصیه میکنم این 40 حدیث حضرت امام رو به جان ببینید. اصلا معرفت، دستورالعمل. کسی میگن آقا استاد اخلاق ببینید چی نوشته ایشون. احادیث بالاخص اون احادیث اول که راجع به مزام اخلاقی و مثلا جهاد با نفس، ریا، عجب، تکبر، حسادت، راجع به اینا هست. اینا درمانش خیلی برای ما مهمه. خدایا پناه میبرم به تو، پناه میبریم من سنت الغفله. خدایا پناه میبرم به تو که غافل بشم. غفلت کاریه که برای ما خیلی مؤثره، اساس شیطان خیلی مؤثره، بتونه رومون تاثیر بزنه. آقا جایی که میخوان کلاه ما رو ببرن، دزدی بکنن، من دیدم و فیلماشو البته دیدم میخواد مثلا تلفن همراه طرفو بزنه، اول یه دونه میزنه اینجا، تا حواسش پرت میشه تلفن رو برمی‌داره میره، یه جوری حواسش اونور پرت میکنه، از یه جای دیگه مالشو برمی‌داره میره. غفلت یعنی این. حواس من پرت شد. خاصیت آدما اینه. اگر ببین بچه‌ت هم میخوره زمینا، هی میخوای دردشو فراموش کنه، میگه ای اون گنجشگر رو درخت نگاه کن، بیا این تلفن من نگاه کن، میبینی درده یادش میره. آره. شیطونی همچین بازی غفلتی با ما داره. وای به حال موقعی که حواسمون پرت شد. آمدنم بهر چه بود؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. شما رو برای بندگی خودم خلق کردم، یه جا دیگه نرید. اصلا شما حیوان نیستید، شما آدمید. اتزعم انک جرم صغیر و فیک انت والعالم الاکبر امیر المؤمنین علیه السلام. آدمید، هدف خلقتتون چیز دیگه است. بزرگید، برای دنیا و برای پستیاش خلق نشدید که. خلیفت الله اصلا چیز دیگه ای هستید. غفلت باعث میشه به همین خور و خواب و خشم و شهوت، به همینا خلاصت کنه. یهو چشم باز بکنی، ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، تمام شد. مگه چقدر آدم عمر میکنه؟ ببینید از اینایی که سنشون گذشته، بپرسید فلانی چقدر طولانی بود، نوعا این جمله رو میشنوید، یه چشم به هم زدن بود. نشنیدیم؟ خودمون به گذشته نگاه میکنیم، میگم نفهمیدم اصلا چجوری گذشت. خدا نکنه یه موقعی پیش بیاد این غفلت منو بگیره، حواس پرتی منو بگیره. اسباب ذکر رو فراموش نکنیم. ذکر یعنی یاد. رفیقی داشته باشم منو یاد خدا بندازه، با اون رفیق رفاقت میکنم. برنامه یاد خدا رو بیشتر ببین. به قول شما برنامه سوء استفاده داری میکنی از تبلیغ برنامه خودتون هم میکنی. نه نوعا همین اصلا امر به معروف و نهی از منکر، بث معروف اصطلاحا با 3 نقطه نوشته میشه. این همین مسائل رو گفتن، یادآوری کردن. آقا مگه نماز و خدا میگفت آقا ماه یه دفعه بخونید، منتها مثلا یه 200 رکعت 500 رکعت مثلا؟ نه، باید هر روز باشه. خدا هم میدونه ماها موجودات نسیانگر، ما آدمای فراموشکاری هستیم. بله. یه ذره بگذره یادمون رفته. امروز فردا تمام باید تکرار بشه. جلوی خدا ایستادن، ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتن، حمد خدا خواستن ازش، باید اینا تکرار بشه، وگرنه از یادمون میره ها. ماها غفلت میگیرتمون. خوش به سعادت اونایی که حواسشون جمع بود توی زندگی دنیا. خوش به اون رفیقی که من احبک نهاک به قول امیرالمؤمنین علیه السلام. کسی که دوستت داره نهیت میکنه، نمیذاره خطا بری، نمیذاره غفلت بگیرتت. اون کسی که کنار تو رانندگی نشسته نمیذاره خوابت ببره، حرف باهات میزنه، نصیحت میکنه، هر چی میگه یه کاری میکنه، چون اگه خوابت بری رفتی داغون شدی. خواب رفتنای ما تو جاده ها، ببین نوعا کسایی که تصادف کردن حالا زنده موندن، میگه نفهمیدم چی شد، یه لحظه. بله از اینجا تا مشهد ما بخوایم بریم پشت فرمونم بخوایم بشیم، بله 10 ساعت 12 ساعت، بگو آقا من دارم با سرعت 120 تا میرم، اجازه میدی این 10 ساعت یه 10 ثانیه من بخوابم؟ یه چرت 10 ثانیه، بی انصاف نباش دیگه، 10 ثانیه اجازه بده. نه اجازه نمیدم. خیلی بی انصافی. نه آقا بزن بغل استراحت کن. وقتی ماشین داره میره نمیشه. غفلت اون 10 ثانیه هست. خیلی ممنونم آقای سعیدی آریا عزیز، مثل همیشه لذت بردیم. انشالله خدا کمکمون بکنه بتونیم به فرمایشات شما عمل بکنیم، محافظت بکنیم، مراقبت بکنیم از خودمون در ماه مبارک رمضان. خیلی استفاده کردیم. مردم یکی از چیزایی که به نظرم میاد ما کمک میکنه برای اینکه بتونیم از خودمون مراقبت بکنیم، دیدین کنار بزرگی که هست آدم خجالت میکشه گناهی مرتکب بشه، حتی روشو خجالت میکشه برگردونه، چه برسه که بخواد معصیتی ازش سر بزنه. اگر تو خونه هامون یه چیز مقدس، قرآنی نزدیکمون باشه، مفاتیحی باشه، یه یادگاری، یه نشانی از مکانهای مقدس باشه، ماها شاید بهتر بتونیم از خودمون مراقبت بکنیم.
میتونه حتی پرچمی متبرک از آستان مقدسه حضرت معصومه سلام الله علیها روی دیوار یکی از اتاقهای خونمون باشه. برای اینکه این اتفاق مبارک براتون بیفته باید تا چند لحظه دیگه، تا چند دقیقه دیگه بیشتر فرصت ندارین. امروز رو 3011-22 عبارت یا معصومه رو ارسال بفرمایید. تا اذان مغرب هم فرصت دارین. عبارت یا معصومه به 3011-22 که ما قرعه کشی میکنیم هر روز. روزهای دیگه هم این اتفاق خواهد افتاد، منتها برای اینکه در قرعه کشی امروز قرار بگیرین حتما عبارت یا معصومه را ارسال بفرمایید. ما متبرکی و در واقع یک پرچم متبرک به آستان مقدس حضرت کریمه رو به یک نفر به قید قرعه تقدیم خواهیم کرد. خیلی ممنونم که تا پایان یاد خدا رو تماشا کردید. لحظات افطار برای حقیر و اهالی یاد خدا هم نفس بزنید. الهی که به برکت دعای حضرت شفیعه هممون مشمول شفاعتشون بشیم و وارد بهشت خدا بشیم. التماس دعا یا حق. خداحافظ.